با سلام خدمت همه. امروز با بخش دوم کندل شناسی قسمت دوجی آشنا میشیم. توی قسمت قبل کندل لانگو توضیح دادم. این کندل بهتره که اول اینو ببینید، توی کانال اینو گذاشتم. خب بریم وارد قسمت دوم. این قسمت چیه؟ قسمت دوجی. به این کندلا، به اینا میگن دوجی. دوجی اصلا به چه معناست؟ دوجی به معنای سردرگمی بازار یا خسته شدن بازار از یک رونده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که بازار نزولیه و میخواد به صعودی تبدیل شه، قبل از اینکه تبدیل شه چند تا علامت‌هایی داره که یکیش دوجیه. خب دوجی ها چند تا ویژگی دارن. ویژگی اول اینکه بدنه خیلی کوچکتر از شادو هاست. تقریبا شادو 11-12 برابر بدنه است. اگه نگاه کنید اینجا توی این کندل همه چی پیداست. خب تو بعضی از کندل های دوجی کندل شادوی بالایی یا پایینی رو نداره. ببینید دقیقا این کندل این کندل پایینی رو داره، شادوی پایینی و بالایی رو نداره. یا این یکی کندل شادوی بالایی رو داره و شادوی پایینی رو نداره. خب حالا با همین چند تا ویژگی که گفتم میریم داخل چارت بررسیش میکنیم. خب من به عنوان نمونه برای اینکه شما بهتر متوجه بشید چند تاشو براتون توی چارت BTC یا همون بیت کوین نشون میدم که شما متوجه حرف من بشید. خب یکی از دوجی ها اینه، یکی دیگه از اونها اینه، یکی دیگه اینه. گفتم میتونه شادوی بالایی نباشه یا خیلی هم کوتاه باشه. ممنون که ویدیو رو دیدید، وقت گذاشتید. اگر میشه از من حمایت کنید تا انرژی بگیرم برای ویدیوهای بعدی.